سلام عرض میکنم خدمت عزیزانی که ما رو گوش میدن، ما رو میبینن. میخوام یه بحثی رو شروع کنم در مورد گلهای آپارتمانی و اونی که ما پرورش میدیم، اونی که ما فروشندش هستیم. این پست بیشتر به درد همه میخوره، ولی بیشتر به درد کسانی میخوره که گلاشون خراب میشه، تجربه خوبی ندارن از گل خریدن، یک گل پرورش دادن، نگهداری گل. یه چیزی خدمتتون عرض کنم، شما که اولا هر کدوم از این گلهایی که اینجا میبینید، هر کدومشون یه دوست خوبن، یه روانشناس خوبن. حالا چی بگم، مثلا شما دارین کسی رو تو خونه که یه پرنده نگه میداره، یه گربه نگه میداره، یه سگ نگه میداره. حالا بعضی از ماها یه سری محدودیت هایی داریم که واقعا نمیتونیم، به هزاران دلیل نمیتونیم هیچ موجود زنده ای رو غیر از انسان ها تو خونه داشته باشیم. هر کدام از این گل ها یه روانشناس خوبن، یه همراه خوبن، یه دوست قانع بی ادعای خوبن، یه همراه خوبن. اگه بخوام بگم شمایی که اصلا گل تو خونه ندارید و دوست دارین داشته باشین، چه گلی رو واسه اولین گل خونتون ببرین، شرایط خونتون خونه ای به درد گل از نظر محیط و مکان و اینا به درد نمیخوره. یه زیرزمین سرد و تاریک و نمور نمیشه اونجا گل نگهداری کرد. ولی اگه تو خونه ای آپارتمانی جایی زندگی میکنید که حتی روزها هم لامپاتون روشنه، باز یه سری گل داریم میتونید ببرین اونجا. خواستم اینو بگم، اونایی که تجربه ندارن از خرید گل یا گلاشون خراب شده، اولین گل، قانع ترین گل، قوی ترین گل از نظری که نیاز کمش به نور یا هرچی نور غذای اصلی همه موجودات زنده است. این که بگم نیازی ندارن به نور امکان نداره، ولی خب میگم دیگه، اولین خاطره سازی با گلا رو من پیشنهادم سانسوریای سبز. و اولین گلی که میخرید و میخواد یه خاطره خود داشته باشید و رشدش هم ببینید و کیف کنید ازش، سانس سبزه. حالا این سانس سبز یه مدل داره بلند شمشیری بهش میگیم، یه مدل دیگه هست الان دم دست اگه باشه که نیست، قدش نصف ایناست، بهش میگن کراواتی. و یه مدل کوتاه تره بهش میگن پا کوتاه. ببخشید. پس اولین گلی که نگهداری میکنید گل سبز رنگ و بهترین پیشنهاد سانسوریای سبز. شاید اگه بگم هر جایی رفتین، هر گلخونی، هر کجایی رفتین گل بخرین و خواستین گلی رو بخرین که خراب نشه، سبز رنگا رو بخرید. قناعتشون بیشتره، قدرتشون بیشتره و ماندگاریشون هم بیشتره. بعد از سانسوریا نمیدونم، من کاج طبق رو پیشنهاد میکنم. حالا کاج مطبق میگن بهش، من این اصطلاح خودمه، کاج طبق اومدنش بالا، به این خاطر بهش میگن کاج مطبق. و حالا در همین دوتا گل امروز خلاصش میکنیم. انشالله که حال و روز خوب داشته باشین و زندگیتون به کام باشه. قربان شما، خداحافظ.